مرد پیش دکان گلفروش ناگهان مادرش را به خاطر آورد. خواست گلدسته خریده به او فرستد. برابری از دکان بیرون شدن دختر را دید خیلی محزون. توقف کرد و سبب پرسید. دختر گفت به مادرم گلدسته بردن میخواهم اما پولم نرسید. مرد تبسم کرد و به دختر نیز گلدسته خرید و چون خوشحال بود به دخترچه التفات کرد. میخواهی تا خانه به نزد مادرت برسانم؟ نه سپاسگزارم. تا مزار مادرم راه آنقدر دور نیست، جواب داد دخترک. مردی واقعا سرکار که میخواست زود رفته گلدسته را توسط کسی به مادرش روان کند، یک بار از این نیتش گشت. سخنهای دخترک سخت تاثیرش کرد که دیدش از علم و خاطره‌های حزن‌انگیز سرشار گشت. از بحر کار و سرکاریش گذشت و زیاده از 200 کیلومتر راه را طی نموده گلدسته را با دست خود به مادرش رساند. آب چشمانش را کسی ندید زیرا سر در کف پای مادر داشت.